پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر اسراء و معراج جبرائیل جلو بود میرفت، رسید به گروهی که به اندازه دانه نخود سنگریزه از دهانشون در میاد میفته روی زمین. بعد روی زمین که افتاد به اندازه گاو گوساله میشه بزرگ. بعد همون آقایی که سنگ از دهانش در آمده به اندازه نخود هی دهانشو باز میکنه که سنگو ببلعه، حالا سنگ شده به اندازه گاو، تو دهنش نمیره، هر کاری میکنه تو دهنش نمیره. گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ گفت اینا کسانی هستن که در دنیا به مؤمنین پاک دامن بهتان میزنن. فکر میکنه اون کلمه به اندازه دانه نخوده، کوچکه، سبکه، فلانی خرابه، فلانی فلانه، فلانی فلانه، فلانی. ولی بعد که آمد روی زمین افتاد، از دهانش بیرون افتاد، بزرگ میشه، کل شهر در بر میگیره، آبروشو تو کل جامعه میبره، بعد پشیمون میشه طرف، بعد میخواد اون کلمه رو بر بگردونه، حالا بزرگ شده تو دهنش نمیره.